فصل برداشت گندم در ولایت پنجشیر. دهاقین با خوشحالی پس از عرقریزی های مداوم و بی‌وقفه بعد از درو حاصلاتشان را با ماشین های پیشرفته زراعتی جمع آوری می نمایند. دهاقین در ولایت پنجشیر در سال جاری از ازدیاد محصولاتشان خوشحال به نظر می رسند و می گویند که نسبت به سال گذشته حاصلات گندم هایشان بیشتر شده است. سیدالله و غلام رسول دو تن از دهاقین ولایت پنجشیر در این مورد چنین می گویند: نظر به سال گذشته بسیار خوب بود. حال بالا بود. کارشان گندمشان دیگه گندمشان خوبش بود. تخمش هم نمیره. بسیار خوبش بود تخمش. بهتر از اینکه دیگه ادم اکمالات کنم شورای سیاه و فامید یکم چیزا کود کیمیایی و تخم اصلاح شده دیگه واسه که بالاتر سے بره خوب است دیگه به مردم بزن میرسونه دیگه بسیار خوب است. بالا میره کشتکارشان دیگه شون دیگه گندم جات میشه. نتیجهش خوبش بود والا خوبش بود. بزرگ پاپ پلارسال نتیجهش خوبش بود. نمیاد بوجی تفاوت داشت. یک بوجی کم کردم سال یک بوجی زیاد. برارم کوتن شورا چیزا که برارم میگه از تخمش خوب آدمی بده خوبش از گندم. از سوی هم عبدالهاشم یک تن از دهاقین دیگر ولایت پنجشیر است که تجربه 60 ساله در دهقانی دارد. او نیز میگوید که توزیع کود کیمیاوی و تخم بذری اصلاح شده در سال گذشته حاصلاتشان بهتر بوده و همچنان می‌افزاید که 40 سال قبل گندم‌هایشان توسط حیوانات جغل میشد. اکنون سهولت‌های زیادی در این راستا به وجود آمده است. که گندم‌ها دوره سیاه و سفید که داد حاصل از یک نیم شد زیاد شد نسبت به سالهای گذشته. ریزش خوب بود بسیار خوب بود 100%. حال خود تریشل از دیگه ماشینا میاد تو تریشل میکند و از او وقت حال بسیار سهولت پیش شده خوب شده. یعنی یک تخم نو بیاره دوا بیاره برای ما و ریز میکنه کرم میزنه اینمی چیزا رو که زراعت همکاری کنه. دهاقین در ولایت پنجشیر کمک‌های امارت اسلامی را در راستای زراعت باعث افزایش حاصلاتشان دانسته میگویند که دهاقین باید کمک‌های بیشتر شوند. محمد عالم باشنده دوردست‌ترین ولسوالی این ولایت یعنی پریان می باشد. او دیدگاه دارد به این شهر. نتیجه از این کود سیاه و سفید فعلا نمی طول 2-3 سال خیلی خوبش بود. البته همه کشت زراعت ما خیلی یک حاصل خوبتر ما به دست گرفته بودیم نسبتا به 3 سال پیش. قبلا 4 سال و 5 سال پیش همین 3 سالی که نسبتا می کود سیاه و سفید بخش ما و سرتاسر پنجشیر البته تا ولسوالی پریان آبشار دره و میجا خیلی یک حاصل خوبتر به دست آوردیم ما. البته با گفته مسئولین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت پنجشیر در سال جاری محصولات گندم 16% افزایش دارد و بیش از 7000 هکتار زمین تحت پوشش کاشت گندم قرار دارد که بیشتر از 20000 متریک تن گندم توسط دهاقین این ولایت جمع آوری گردیده است. توزیع کود کیمیاوی و تخم اصلاح شده و راهنمایی دهاقین از افزایش محصولات گندم در این ولایت محسوب می شوند.